با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم باشید. اصلا برای دوست داشتن مادر، احترام همسر و احترام اپا و خواهر نباید پشتی هر گونه بهانه‌ها بگردیم، ساعت‌های مشخص رو انتظار بشیم و دنبال روزها و صحنه‌های بگردیم تا احترامی برای آنها داشته باشیم، تا یک گل برای آنها تقدیم کنیم. اصلا آنها در زندگی سربلند میشوند، اصلا آنها در زندگی پیروز میشوند که همیشه و همواره مادر خود را احترام میکنند و همه روزه برای اون هدیه میبرند، حداقل به چهرهش تبسم میکنند، دستانش رو میبوسند و از پیشانه مادرش هر صبح که از به کار میآیند میبوسند و از کار برمیگردند. این عمل را تکرار میکنند. از این خاطر امروز میشنویم که بعضی‌ها تلاش میکنند، بسیار حرکت میکنند که یک روز بیایند مادر خود را خرسند کنند و شاید باز سال دیگر منتظر میشوند. ولی همه لحظه، همه ثانیه، همه دقیقه ها باید مادر را احترام کرد و دوست داشت. همین گونه همسران را، همین گونه اپا و خواهر را. در حدیث داریم که روز یک مرد به نزد محمد پیامبر بزرگ اسلام سلام و درود خدا بر او می آید و میپرسد که بالای من کی حق بیشتر دارد، یعنی من کی رو بیشتر دوست بدارم، کی رو بیشتر احترام کنم؟ گفت مادرت را. بار دیوم سوال داد که ای رسول خدا، بگوید که بعد از مادرم باز کی بیشتر بالای من حق دارد، کی بیشتر بالای من که من او رو توجه بر او بیشتر کنم، احترام بر او بیشتر داشته باشم؟ گفت مادرت رو. بار سوم این سوال را کرد که ای رسول خدا، کی بالای من بیشتر حق دارد و او رو احترام کرده باشم، حقش را به جا بیارم؟ گفت مادرت رو. و بار چهارم وقتی که این سوال را کرد، بعد رسول خدا گفتند که پدرت رو. یعنی در 3 بار رسول خدا گفت مادرتان رو احترام کنید، بعد از آن پدرتان رو. از این خاطر هیچ بهانه، هیچ صحنه، هیچ روز، هیچ ساعتی نباید مشخص باشد برای دوست داشتن مادر، برای احترام مادر، برای دوست داشتن همسر، برای احترام همسر و اپا و خواهر. از این لحاظ کاش روز فرا برسد که ما شرایط فراهم بیاریم، کاری بکنیم که برای هر یک مادر تاجیک در هر یک خانواده تاجیک اقلا یک ماشین جامه‌شویی باشد تا همسران ما، مادران ما، اپا و خواهران ما از آن شستشوها که خیلی یک کاری مشکل است کمی آسوده خاطرتر باشند. کاش روز فرا برسد و فکر میکنم اون روز ما هم سربلند میشویم که زن تاجیک، مادر تاجیک، همسر تاجیک مهاجرت اجباری نرود و شرایط فراهم کنیم که آنها در خارج از تاجیکستان خوار و ذلیل و سرخم نباشد، چون که آنها ناموس‌های ما هستند، آنها عزیزان ما هستند، آنها سزاوار و شایسته این هستند که همیشه در لبانشان تبسم هویدا باشد. کاش روز فرا برسد که مادران ما، خواهران ما، همسران ما در سردی ها، در گرمی های سوزان با رفتن کوچه و خیابان ها مشغول نباشند، بلکه این کار رو ما مردا انجام بدهیم. ای کاش روز فرا برسد و فکر میکنم اون روز هم باز ما سربلند میشیم که دیگر در کوچه و خیابان ها، در بازارها و نقلیات دیگر مادری کسی دشنام نشود، اپا و خواهری کسی دشنام نشود و به مقدسات که اینها مقدسات ما هستند هیچ کس به اینها توهین را روا نبیند. من فکر میکنم که برای این هر مرد تاجیک، هر فرزند تاجیک، هر نفری که خود را وارث این ملت میداند، عضو این ملت میداند و خود را مرد حقیقی میحسابد، برای این عمل ها باید تلاش بکنیم و همه روزه طریق برنامه‌های مختلف، طریق عمل‌هایی که انجام میدهیم زنان و همسران و مادران و خواهران خود را خوشبخت کرده باشیم. و جالب است که محمد اقبال لاهوری یک پیام واضح و روشن در این موضوع دارد که میگوید جهان را محکمی از امهات است. این نظامی که ما زندگی میکنیم، این جهانی که ما زندگی میکنیم، نظمش، ترتیباتش، خوشحالی است این است که مادران رفاه داشته باشند. امهات یعنی مادران، امینیشان نهاد کائنات است. اگر اینها امن بودند، اگر اینها رفاه زندگی داشتند، اگر اینها همیشه در لبانشان تبسم بود، شما باور کنید که یک نسل خوب، یک نسل دانشمند و یک نسل پیشرفته رو تربیه میکنند و به وای میرسانند. بعد میگوید هر آن قومی که این نکته ندانست، اگر هر قومی که جایگاه مادر رو عزیز نداشت، جایگاه زن رو عزیز نداشت، جایگاه بانوان رو عزیز نداشت، نظام کار و بارش به ثبات است. دیگر هر کاری که میکنند میگه در کار این نه نظم است، نه ترتیبات است، نه خوشحالی است. از این لحاظ
ба қадри модарон, ба қадри ҳамсарон, ба қадри апа ва хоҳарони худ ҳама рӯза, ҳама соата бирасем. ва бори дигар дар охир такрор мекунам, бори дигар таъкид мекунам ки инро аз зеҳнатон, инро аз афкоратон ҳамеша дур нигоҳ бидоред ки барои дӯст доштани модар ҳеҷ баҳонае лозим нест. барои он ки мо ба модарамон тӯҳфае барем ҳеҷ рӯзеро набояд интизор шуд. пирӯзу комгору сарбаланду муваффақ бошед.